سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام برم داخل یک سرور ماینکرافتی به اسم سرور تاپلند که فکر کنم بدراک پلیرها همه میشناسنشون و کامنتاشون بخونن. خب داشتم گفتن سرور ماینکرافتی تاپلند، من ببینم کدوم چیز پلیراش هستن. بریم پی وی پی. من ادعای ماینکرافت پرو بودنم ندارم، پی وی پیم ضعیفه، بدوارزم بدک نیست، بیدلتر هم خیلی خوبه، بلدم بسازم. همه پی وی پی هن. آره متاسفانه آقا به من نگین نوبید داخل کامنت، اگر باختم بهم نگین نوب، بلد نیستم. بی 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 بی. خب بعد مثلا دیدم بعضیا با دکمه مثلا ماین کردن اینا باز میکنم، منم تو همون حالت گذاشتمش، ولی من اینجوری راحت تر بازی میکنم. یکی بیاد مثلا اینم راستی اسکرین جدیدم هم اینه، چطوره بعدم بهتون کاملش نشونم وقتی آرمان چیزی ناش. یا خدا با من میخوام برم بیت برزنم، با من پی وی پی بخوره قوی نیست، الان زایه میشم. وای داخل کامنت ها مسخرم نکنیم. با چه پرویه. بذار اینم به این بچه برای اول ما میخوام بهش درخواست دوستی بدم، ببینم قبول میکنه یا نه. نازن بی معرفت قبول نمیکنه. خب بریم ببینیم راستی صفحه بدوارز باز شده یا نه. اگر راستی بچه اگر دوست داشتین میتونین بیاین با منم بازی کنین داخل سرور. من هستم، روزا هستم، بیشتر روزا. مثلا الان ساعت 2، من ساعت میام کلا میام مثلا یه ساعت یه بار، یه نیم ساعتشو میام بازی میکنم، ببینم کسی تون پیدا میکنم یا نه. اینم اسممه کو صاحب کن یه کامنت یه چیز بزنم. خب اسمم آرت 7777. چرا حالا ننوشتم آرت عادی؟ چون اکانتم یه بار بند شده، یه فوش دادم به این نفر. خب داشتم گفتم پس تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.